بیماری اون نال دارو و در همون جا در بیستر هم کار خوردن است. حتی مطالعه نه اینترنت میکنند نه یا اثر بدیهی میکنند. اگر یک چی اثر 10 صفحه کند از داروی سوزنداروی همون طبیعت بهتر است. دیدی میگه که کروچ کتاب بخونه دیگه کسل نمیشه، یکم پرابلم نیست. هم کتاب بخونه اینا پیش هم تحلیل کرده بودیم، ولی که حاضرم باید برد که بکنیم بشه کتاب بخونه میگه دیگه کسل پسل دیگه کرونا ویروس نمیشه میگه. دیگه خونه سوخته خودش هم کتاب بخوندگی دیم بره کرونا ویروس میشه و خونه سوخته آهنه بره آدم گنده در میبرده میگن باور کنی اوخی میگه در وقتی جوگه کسل مرگ میگه در اونجا درباره خوردن گپ میزنه. اوخی مردم نداره چی بخوره وقتی مرگ شام میخواد که یگون باشکمی سر بم برا بچور اوخی خونه بسوزه تو نفهمی مردم حالش ای جو گپ زده است اوخی باور کنی نمیدونم بخدا دیگه چی بگم تره. مدیراتورها در یوتیوب خواهش میکنیم در مسئله هر خیلی چیز نوشتن، اگر هر خیلی چیز نوشتن بگیرن کلیتای مدیراتورایی که کاملا از موضوع بیرون صحبت میکنن کلیتاشون رو بگیرید تا اینکه در موردی وقتی که موضوعی که صحبت رفته است در این موضوع صحبت کنی، این موضوع بیرون صحبت نکنی، نه در موضوع دیگه چیز. بله و رسالت انسانی ماست که زبان مادری امان یعنی این زبان شیرین و شاعرانه را برابر مادر خود عزیز شماریم، خلاص دوست داریم. الان زبان ها وقتی میگه با میگه برابر خونده است. زبان شاعرانه شاعرانه ها کتاب زبانی شاعرانه ای خود را با مانندی میرنبی دوست دارید. اگر همین زبان ترکی را با مانندی میرنبی دوست داشته باشیم واقعا خونه سوخته دیگه نمیدونم چی بگم. واقعا تو با این زبان یکم خدمت نکرده وقتی نامشو میگیری من الرژی دارم همین گپای دروغی تو. وقتی که تو آخه نامی زبان میگیری من نمیدونم که تو چی خدمت کرده با این زبان که نامش میگیری. لعنت کرده الله. برا و لایکاتون رو گذارید، در پادپیستا کردن توهین نکنید تو انشاءالله با همون مره‌ای که نیت کرده ما گذاشتیم انشاءالله اگر پیشتر رسیم فبه و نعم، اگر زیادتر شد اون هم الحمدلله ثم الحمدلله. ولی انشاءالله که توهین نکنید در پادپیستا کردن، در گذاشتن لایکاتون تا سبب بیشتر بیداری ملت شود. هر روزه خبرها و آن چیزی که از تاجیکستان میرسد این دلالت از پیشروی ما و شماست.